پدرم به من گفت طرف من نگاه نکن، در چشمت فلان کنم. و باز مرا چند دشنامه‌های قبیح داد و مرا گفت که تو حرامی هستی. پدرم به من گشته گفت آقا کردن رو کجایی که میروی، از شما خواهش میکنم اکای حاجی میرزا، آیا من آقی پدر شدم؟ در حقیقت در حق من و پدرم در آی نیک کن. مقصد همین است. شما چقدر پدر هستید، چقدر مادر هستید؟ آیا راه تربیه همین است؟ این راه تربیه نیست. بگذار فرزند نافرمانی میکند، بی عقلی میکند، نادرست رفتار میکند و یا با طریق مصلحت درست کردن ممکن است، لیکن عاق کردن این وظیفه ما و شما پدرها و مادرها نیست. عاق نکنید دادرای عزیز. عاق افسوس که اکنون عاق شما اور یک خیلش عاق میکند در یک مسئله که برای دنیاش است. تو یگان تات عاق تو فرزند مسجد نرفتنده، بچه مسجد نمیره عاق میکنم در عمر در زبان